سلام، وقت بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این فایل بر روی چارت یک موقعیت رو با همدیگه بررسی میکنیم. میخوایم ببینیم اصول پرایس اکشن، تکنیک هایی که تو دوره فراکتالیه و بررسی مولتی تایم فریم، دیدن تمام مواردی که میتونه به ما کمک بکنه چجوری میتونه منجر بشه به پیدا کردن یک منطقه با احتمال بسیار زیاد برای یک ترید موفق. ما گفتیم پرایس اکشن زیربنای تمام سیستم هاست، یعنی اگر ما بخوایم با هر سیستمی کار کنیم باید پرایس اکشن رو بدونیم. پرایس اکشن از های و لو و نحوه قرارگیری اونها در مارکت تشکیل میشه. این های و لو ها رو که به هم وصل میکنیم یک سری خطوط به دست میاد. برای این خط ها میتونیم اسم هایی رو بذاریم، بگیم خط روند، خط بادبزنی، سطوح حمایت و مقاومت، خطوط میانه و تمام مواردی که در دوره پرایس اکشن بهش اشاره کردیم. همونطور که بارها گفتم پرایس اکشن داره نحوه عمل کرد یا عکس العمل تریدرها رو در مارکت نشون میده. در حقیقت یک مبحث روانشناسیه. داره نشون میده که تمام تریدرهایی که دارن ترید میزنن مثلا روی چارت یورو یو اس دی در چه سطوحی تصمیمات مهمی رو گرفتن، کجاها نقاط بسیار مهمی در مارکت بوده که تریدرها تصمیم گرفتن در اونجا وارد پوزیشن خرید بشن و یا وارد پوزیشن فروش بشن. اینها میشه همون قله ها و دره ها. زمانی که این قله ها و دره ها رو به هم وصل میکنیم نحوه شکلگیری کندل ها رو میبینیم و اینها رو در گذشته بررسی میکنیم، میبینیم خیلی جاها یک سری الگوها تکرار شدن و اینجا زمانیه که الگوهای پرایس اکشنی به وجود اومده. مثلا از صدها سال پیش افرادی که در بازارهای مالی یا روی چارت ها کار میکردن دیدن وقتی یک خط روند، به عنوان مثال خط روند سعودی شکسته میشه و قیمت میاد اولین سطح مقاومتی که میتونه آخرین کف در یک روند سعودی باشه، بعد از شکست خط روند بیاد این کف رو بزنه، مشاهده کردن، بررسی کردن، سالها دیدن احتمال اینکه یک تغییر روند بخواد به وجود بیاد خیلی زیاده. یا زمانی که از خطوط میانه آقای اندروز استفاده کرد، دید زمانی که قیمت از زیر یا بالا به این خطوط میرسه در 80% موارد قیمت خودش رو میرسونه به این خطوط و وقتی به این خطوط میرسونه احتمال خیلی زیادی هست که توقف کنه. بعد از اون توقف تریدر میتونه بررسی کنه که از لحاظ پرایس اکشنی و چارت خوانی چه اتفاقات و احتمالاتی هست. پس در درجه اول تریدر با بررسی پرایس اکشن به صورت فراکتالی از تایم های بالا تا تایم های پایین بدون پیشفرض خاصی میاد این سطوح رو مشخص میکنه، الگوهایی رو که میبینه مشخص میکنه، سطوحی که شکسته رو برای خودش مشخص میکنه. با مشخص کردن اینها کم کم وضعیت لایو مارکت براش روشن میشه. بعد در یک تایم فریمی میبینه خیلی از این اصول هماهنگ با هم در یک جهت دارن احتمالات رو نشون میدن. مثلا میبینه در تایم فریم X احتمال اینکه قیمت حرکت صعودی بخواد بکنه خیلی زیاده و یا اگر بخواد حرکت نزولی انجام بده یک سقف ایجاد بشه این احتمال خیلی زیاد شده. توجه بیشترش رو روی اون تایم فریم میذاره، اما تمام تایم فریم های دیگر رو هم مد نظر داره. وقتی این کارها رو کرد میاد سراغ مباحث اندیکاتورها، چیزی که ما در دوره فراکتالی میگیم. بعد با اندیکاتورهاش و بر اساس سیستمی که داره اینها رو بررسی میکنه. این تریدر از قبل تمام این الگوها رو 100 تا یا 1000 تا بررسی کرده، دیده وین ریتشون چقدر، احتمال اینکه این پوزیشن بخواد حرکت کنه چقدر میتونه باشه، شکست خط روند چقدر قابل اعتماده.
تمام اینها رو بررسی کرده و دیده جاهایی که اصالت خاصی از حرکت قیمت هست، بهش میگیم اصالت منطقی پرایس اکشن، وجود داشته باشه، مثلا پترن 1 2 3 خیلی بهتر عمل میکنه. همینجوری همه این موارد رو الک کرده، اینها رو آورده به صورت چک لیست نوشته، تمرین کرده، در دمو ترید زده، روشون مسلطه. وقتی همه اینها رو مسلط شد، مثل اون فایل ترید تحلیلی که بهتون گفتم، بعد با این بررسی هایی که گفتیم میبینه یک جایی احتمال بسیار زیادی برای حرکت قیمت در یک جهت وجود داره. اون موقع میاد حالا سراغ اندیکاتورها، دوباره همه این تایم فریم ها رو با اندیکاتورها بررسی میکنه. خب اصالت این منطقه به این شکل بوده. اندیکاتوری که من در سیستمم دارم استفاده میکنم اینجا به من میگه این اتفاقات ممکنه بیفته. خب این در یک فراکتال هست. برم ببینم در جزئیات پایین‌تر آیا احتمال یک تکنیکی وجود داره که بخواد این رو تقویت بکنه. اینها رو باز میاد تمرین میکنه، چک لیست میکنه، تمام مواردی که در دوره فراکتالی گفتیم. رو همه اینها که مسلط شد، مثل این فایل میتونه بیاد چارت رو بخونه، با اندیکاتورها بررسی کنه و بر اساس تسلط و تجربه‌ای که از گذشته داره یک موقعیت بسیار خوب با احتمال بسیار زیاد رو برای پوزیشن گیری انتخاب کنه. در این فایل همه این موارد رو با همدیگه بررسی میکنیم. بریم این فایل رو ببینیم. حالا بیاید تو لایو مارکت. خب اینجا رو مثلا بیاین از تایم میگین 4 ساعته و نه دیگه، طبق چک لیست. تایم های بالا میبینید چه قشنگ کورال جواب میده. بله. خب پرایس اکشن داره میگه که آفرین اینجا سطح مقاومت خوب داریم. این بخش هم اومده گیر کرده. آره نگاه کنید ببینین کورال رو شکسته اومده بالا تا اون مقاومت، دوباره اومده الان رو کوراله. بله. خب مکتیتون باید تقریبا نزدیک لول 0 باشه چون قیمت اومده رو کورال دیگه. بله. استوکتون چیه؟ استوک من نزدیک الان داره میاد سمت 20. آره ولی خب رو لول 50 هنوز، یکیش رد شده یکی رد نشده. بله. خب 4 ساعت همین میگیم آقا ما اینو دیدیم اینجا رو پرایس اکشنمون توی بخش سایدیم، میبینید؟ بله. فعلا توی سایده، کفا تقریبا آره تقریبا میتونیم بگیم آره تو این بخش سایده، ولی این سایده آخرش فعلا رفته بالای کورال. مکدی نزدیک لول 0. دوتا قله آخر مکدی هم ما دایورجنس خاصی نمیبینیم توش. اینجا فقط هیدن دارم با استوک. اونجا هیدن داریم با استوک، آره که اون گذشته دیگه. بله دیگه رد شده. خب حالا بیاین مثلا 1 ساعته. 1 ساعته زیاد نباید فرقی با این بکنه. در مورد استاد این مناطق ساید رو من اینجوری انتخاب میکنم، انقدر میرم تایم پایین تو این کف و سقفاش یه جایی پیدا میکنم که مثلا ترید بزنم. این تایم الان اینجا مثلا یه حرکت آدم میبینه، اینجا حرکتی که انجام داده بوده رفته، این خط روند یه تایم 15 احتمالا بهتر دیده بشه. این خیلی شارپ ریخته. مکتیتون پایینه، استوکتون تو 1 ساعت پایینه. بله اینجا پایینه. بله درسته. بله و هیدن و اینا هم فقط توی مکدی 1/4 یه هیدن داریم میبینیم. الان اینجا فقط یه دونه قبلا هیدن داشتم. تو لایو مارکت نگاه کنید، تو لایو مارکت یه هیدن داریم میبینیم، تو مکدی 1/4 فقط اینجا. آره تو استوک نمیبینیم. حالا این مکدی 1/4 ما که داره هیدن میده، 2 تا سیگنال میتونه باشه. یک، قیمت مثلا برگرده بالا بخواد بریزه کلا نزول بشه، یا اینکه نه بره باز مثلا تو منطقه سایت. پس اینم برای خودتون مینویسین تو 1 ساعت اتفاقی ممکنه بیفته. مکدی تو مکدی دیفالتمون پایینه. آفرین اونجا باز 1 ساعت مقاومت. خب تو سی بکنم بازم سی هم چیز خاصی نداشته باشه، هموناست داریم آره بهتر میبینیم.
فقط استوکتون داره میره به سمت بالا. خب 15 الان مکتیم داره سیگنالش خارج میشه ولی استوک هم تو اشباس. استوک بالاه. حالا ما مثلا اگر بخوایم تو 15 سیگنال برای خرید بگیریم باید صبر کنیم استوک اون بیاد پایین. بله این یه استایی بکنه. آره مثلا بیاد رو 50 اینا ببینیم چه اتفاقی میفته. اون موقع دیگه مبنای تحلیل من میشه از این قسمت دیگه برای تایم 15 به بعد. آره حالا اون ته مارکت چه پترنی اتفاق افتاده تو پرایس اکشن؟ آره اینجا پرایس اکشنی افتاد تو تایم پایین. حالا یه دونه چیزه میگم بهش سر و شانه هدن شولدر. خب بعد تایم پایین تو 5 دقیقه اینجا. آره این قسمت تو 5 دقیقه خیلی خوب دیده میشه دیگه. بله تو انقدر شما خوب آموزش دادین خدایش ما اینا رو تو تایم بالا میبینیم، یعنی خیلی نیاز نیست آدم بیاد تو تایم پایین. آره حالا انتهای این سر و شانه ما یه دونه دایورجنس داریم. ما اگر تو لایو مارکت موقع این دایورجنس اگر بودیم، یعنی همون موقعی که فکر کنم شروع کردیم 45 پیش و اینها، میتونستیم بگیم این فرم این اتفاقات از بالا هم دیدیم سیگنال رو داریم، حالا اون زرده رو ببریم آره تایم 1 دقیقه بررسی بکنیم، بگیم که یک خط روند نزولی آره براش بکشیم، مناطقمون هم داریم، خود اون شولدرها اونا خودش یک سطح مقاومته همون جایی که الان گیر کرده. بعد بگیم آره قیمت رفته خط روند رو شکسته، سقف آخرش رو نزده، به فرم اشتراکیه. اینجا منتظرش باشم. آره اونجا یک سطح مقاومت. اگه بخواد حرکت هم بکنه که به اندازه این هدن شولدری که تایم بالا دیدم که بیارین میشه زیر اون منطقه، آره زیر همون منطقه زردتون. بله. و 50%ش که 50%ش هم مشخص. یعنی ما میگیم اگه بخوایم دید بگیریم برای خرید، اینا مناطق خوبی برای خروجه. و از تایم بالا یه تایمی خیلی خوب به ما میگفت اگه میخواین خرید انجام بدیم، مثلا 15 دقیقه بود فکر کنم، که گفتیم استوکش بیاد پایین، یه اصلاح بکنه بعد ما ورود کنیم، بعد مثلا بررسی کنیم، باید بذارین اون استوک بیاد پایین که ببینیم تو پایین اومدن تو 15 تو 1 نه. بله. که اونجا وقتی اومد پایین ببینیم قیمت چی کار کرده. اینجا بیاد پایین بعد دوباره بررسیش کنیم. چون مکدی شما داره خط مکدی و خط سیگنالش کراس میکنه یعنی چی؟ یعنی یه مکدی 1/3. بله. مکدی 1/4 رفته بالای لول 0 که خب همینجا هم میبینیم دیگه مکدی 1/4 رفته بالای لول 0. به این شکل میتونید بررسی کنید. ولی خب باید ببینید که اون استوکی که تو 15 دقیقه میاد تایم پایین به سمت پایین، آره میخواد بیاد پایین، قیمت چی کار میکنه، چه حرکتی رو انجام میده. آره. بعد ممکنه قیمت هم با همون استوک خیلی خوب بیاد پایین. آفرین این خط روندش هم عالی، چون ممکنه اون استوکی که اونجوری بیاد پایین قیمت هم خیلی خوب بیاد پایین. اون موقع باز باید دوباره تحلیل ها و بررسی ها رو از اول انجام بدیم دیگه. اون هدن شولدر از بین میره. الان برگرد اینجا دوباره من اونو بررسی کنم. میگیم ممکنه از بین بره. درسته. یه خط هم میتونین رو همون ناحیه چیز بذارین، هدن شولدر که بالا روی اونا گذاشتیم، رو اون شونه های پایین، اون کف سفیده اینجا، آره یه خط مقاومتی بذارین، آره که اینجا هم اگه قیمت برگرده پایین، اینجا قبلا یک مقاومت بوده که بهتر اینجا برای بررسیه. اینم بیاد پایین تر. آره 50% همون حرکت صعودی هم میشه. میبینین چند بار اومده بهش خورده. خب اینو به عنوان یک بررسی داشته باشین، ببینیم چی میشه. این 15 دقیقه که بخواد بیاد پایین چه اتفاقی براش میفته برای بررسی.
آره ببینیم چه اتفاقی میفته. مطالب رو خوب بلدین، فقط باید مسلط شید که اینا رو بتونید ببینین و با هم دیگه بررسی بکنید. حالا احتمال دیگه چیه؟ استوک بالا بمونه، قیمت هم بره بالا، که اصلا ما تو این حالت هیچ کاری نمی‌کنیم. آره اصلا هیچ کاری نمی‌کنیم دیگه، چون اصلا طبق چک لیستمون نیست. بله دیگه موقعیت ورود نمیده به. آره خب خیلی هم عالی. آره خب چی شد؟ رفت تاچ کردی استاد. اینجوری که میشه آدم استاد دیگه واقعا نمیدونم چی بگم، حرفی برای گفتن ندارم. واقعا من ایمان دارم به آموزشاتون هم به خودتون، واقعا ایمان دارم. یعنی با پرایس خالی من خیلی راحت دارم ترید میزنم. واقعا نمیدونم چه بگم. فعلا با پرایس بیشتر کار بکنید و حالا همین فرمت هایی هم که گفتیم نگاه کنید چقدر خوشگل، چقدر خوب. آره گفتیم 15 دقیقه اجازه بدیم استوکش بیاد پایین. از تایم 4 ساعته بررسی کردیم، خیلی خوب و عالی. دید خرید رو گرفته بودیم، منطقه‌های حمایت مقاومت رو اومدیم تعیین کردیم. خیلی خوشگل، خیلی تر و تمیز اومد و به اونجا رسید. پس مارکت جادو جنبل نداره دیگه، سکرت و راز نداره، دنبال چیز دیگه ای نداره. واقعا همینه. آره و بسیار هم خوب و عالی. پس اینم نتیجه تحلیلی که کردیم، به صورت زنده لایو بررسی کردیم و دیدیم که چقدر خوب، چقدر 47 تا. آره 40 تاشو میتونستیم بگیم تو، 50 تا شما میتونستین خارج بشین، همون 50 تایی که مشخص کردیم. بله 20 تا 20 پیپ خیلی خوشگل، خیلی تر و تمیز، واقعا حرف نداشت. آره مارکت اینه، یعنی هیچ چیز دیگه ای نداره. پرایس اکشن، خوندن چارت، بررسی، سطوح و همه اون چیزهایی که ما داریم یاد میگیریم. اصل اول پرایس اکشن رو که یاد گرفتیم، خیلی خوب مسلط شدیم. بعد اومدیم دوره فراکتالی، اندیکاتورها فقط دارن یه سری چیزها رو یکم واضح‌تر رو پرایس اکشن به ما نشون میدن. ما پرایس اکشن رو ندونیم، از همونجا یه عالمه این بالا پایین رفته. بله خیلی نمیدونن که خب حالا باید چی کار کنیم. ما اینو اومدیم از 4 ساعته نگاه کردیم. 4 ساعته رو بیارید. آره که گفتیم اومده روی کورال مثل مووینگ 60. بودیم توی منطقه ساید، اومده روی کورال، انگار اصلاح اولش رو انجام داده و بعد همینجوری پله پله اومدیم پایین، تحلیل کردیم، یه پترن پرایس اکشنی دیدیم، سطوحش رو مشخص کردیم و نهایتاً گفتیم اینجا تو 15 دقیقه صبر میکنیم استوکمون بیاد پایین. اگر اومد پایین قیمت اون لو رو نزد، یعنی اومد پایین و قیمت لو رو نزد. بله اینجا آره لو رو نزد، سطوح رو مشخص کردیم، قیمت هم خیلی خوشگل تا کف قبلی اومد بالا 47 تا. آره و الان اومد رو قله قبلی. پس همینه، یعنی اصلا چیز عجیب غریب و راز و سکرت و نمیدونم چیز خاصی نداره. خیلی هم که میگن ایچیموکو اینا رو که بلد باشن، حالا بیان تو ایچیموکو، اونجا هم یه سری مطالب دیگر رو میتونن یاد بگیرن، ولی اینا رو بلد نباشن اصلا ایچیموکو به دردشون نمیخوره. پس این هم از این. خب این هم از بررسی یک موقعیت در لایو مارکت که خب ما اکثر بررسی هامون رو دیدید روی گذشته مارکت تا رسیدن به نقطه لایو مارکت، رو اون کندلی که داره حرکت میکنه انجام دادیم. ما آمدیم بررسی ها رو انجام دادیم، دیدیم تو 4 ساعته یه نشونه هست، قیمت خیلی شارپ ریخته، در انتها گیر کرده. این گیر کردن به شکل یک پترن خاصی بوده، سطوح حمایت مقاومتش رو در آوردیم و احتمال دادیم با وجود اینکه قیمت کورال رو شکسته، بالای کورال رفته. خب ما تمرینات بسیار زیادی روی کورال یا مووینگ 60 انجام دادیم، میدونیم داره چی به ما میگه.
همه اینها رو بررسی کردیم. بعد در فراکتال های پایین تر هی جزئی احتمالات رو بررسی کردیم. گفتیم اگر بخوایم در اون جهت صبر بکنیم، تایم 15 برای ما یک کمی بولدتر شد. گفتیم بذاریم این استوک بیاد پایین ببینیم چه اتفاقی میفته. یک تریدری که روی تمام مباحث مسلطه به این شکل عمل میکنه. اما اکثر تریدرها در دنیا نمیخوان این موضوع رو قبول کنن که باید سالها در این مارکت تجربه کسب کنن، تجربه هاشون رو بنویسن، الگ کنن، خلاصه کنن تا چکیده اونها به یک سیستم برسه. برعکس عمل میکنن، میگن یه دونه سیستم به ما بدید ما فقط باش ترید بزنیم. برای همین اکثرا شکست میخورن. زمانی که تریدر این پروسه رو بخواد طی کنه، روانشناسیش رو هم داره اوکی میکنه. مدت زمان زیادی وقتی داره رو پرایس اکشن تمرین میکنه، متوجه میشه که برای تشکیل یک موقعیت باید صبر بکنه. چون سالها اومده تمرین کرده، متوجه میشه که وقتی موقعیتی به وجود اومد باید این مناطق مشخص رو مثلا از لحاظ پرایس اکشنی سطوح رو تعیین بکنه و میدونه باید به اونها احترام بگذاره. میدونه اگر حد سود یا ضرری ست کرد، تریدش به این شکل بود که حد سود و ضرر کاملا مشخصی داشت، باید به اونها پایبند باشه. یعنی تمام مباحث روانشناسی در طول چندین سالی که تریدر داره با چارت کار میکنه، اگر اصولی کار کنه هم افزایش پیدا میکنه و دیگه بر اساس ترس، آرزو و طمع وارد نمیشه. بر اساس اون تسلط و ایمانی که به تمام این مسائل پیدا کرده وارد پوزیشن میشه و میبینه مجموع پوزیشن های سودده و ضرردهش دارن باعث کسب سود از مارکت میشن. بعد از اون میاد سیستمش رو تر و تمیزتر میکنه، میگه نقاط ورودم رو بهتر کنم، اگر تکنیکی لازمه برم یاد بگیرم و روش کار بکنم که بتونه معاملات موفق من رو بیشتر بکنه. این روند معامله‌گری سودده و موفقیت در مارکته. امیدوارم این فایل نکات آموزشی خوبی برای شما داشته باشه، طرز تفکرتون رو تا حدودی تغییر بده و شما رو به این فکر بندازه که اگر من میخوام تریدر بشم، این کار یک شغل، یک حرفه است و باید در اون تسلط پیدا بکنم. امیدوارم که همیشه شاد، پیروز و موفق باشید. فعلا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امین دهقان هستم، تریدر و تحلیلگر بازارهای مالی.